صحبت از راننده است نمونه. خیلی از مسافرها هستن مراجعه میکنن وای میسن حتی چند روز با تأخیر که با ایشون برن. فائزه خانم کاظمی 2 سالی هست که رانندگی با اتوبوس رو با عشق و علاقه آغاز کرده. از نظر این خانم باید قبل و حین سفر قوانین رانندگی رو رعایت کرد. رانندگی به ماشین سنگین رو خیلی علاقه داشتم. آرزوی کودکی فائزه خانم حالا محقق شده و اون راننده‌ای مطمئن در جاده هاست. خدا رو شکر 2 ساله که هیچ تصادفی، نه نمره منفی نه چیزی. مسافرایی که شاید اولش با کمی تردید مسافر این اتوبوس می‌شدن، اولین بارمه که خانومی می‌بینم که پای یک دارن. در طی مسیر با آرامش به سفر ادامه میدن. خانم‌ها بیشتر رعایت می‌کنن. بله 100%. مسئولیت پذیریش خیلی سنگینه ولی واسه من سخت نیست چون خیلی علاقه زیادی دارم. همین توجه به قوانین و رضایت مسافران خانم راننده رو نمونه کرده. در حال حاضر 5 نفر از رانندگان برون شهری خراسان شمالی بانوان حصل خانم کاظمی اون رو از وظیفه خونه‌داریش غافل نکرده. جاده حسابی شلوغ، ترافیک خیلی سنگین. وقتی که خونم آشپزی میکنم، به گلا رسیدگی